سه تا لخت اونجا چه خبره؟ چه سیسی داری گنگ خیلی اصلا معلوم برداشتگاهی ها از چاک سینه معلوم. نیاز سیزم شوره برم ریختن میشم دخترم چرا پروری دیگه میخوام. اوه. اتچمنت گذاشتم. درود میگم بعد همه شما که دارین این ویدیو تماشا میکنید توی خونه باشه توی بیرون باشه با دوست باشه با دوست دختر خانواده دوست پسر نوه بچه نوه‌تون هر چیزی. ببین آپگرید کردم هندز فری گذاشتم به تخم. این خیلی این خداست. این اسمش هست میکروفون بویا M1 فوق است. کیفیتش اگه خوبه واقعا بهم بگین تو کامنت. و البته این دومین ویدیو من تو این چنل البته دیگه طبیعتا هیچ کسی من نمیبینه اول تو این چنل و آره همینجوری میبینید کلا خیلی فرد متشخص شدم. گرمه نمیدونم چه گویی بخورم الان تو این ویدیو و برو بریم سراغ ویدیو ببینیم چه پارتنرای عمرم جالبی بهمون بیفتن و یکم با هم گپ بزنیم و شاید هم یکم شوخی کنیم و نه هیچی نمیبینم الان با این عینک من. هست چشای سکسی ما بعدم چشامم همجوری خودش ضعیف هست دیگه با اون البته طبیعی ضعیف شده میدونی چی میگم ارسیه اون چیزی که فکر میکنی نیست یعنی. خوبی؟ چرا لختی تو؟ اون یکی هم لخته پیشه؟ با هم لختین؟ سه تا لخت اونجا چه خبره؟ کو ببینم منم ببینم. آره میام کجایین؟ نه دوست ندارم. اینه سلام داداش. سلام. خسته ای؟ آره خسته از سر کار برگشتی؟ نه یوتیوبری؟ یوتیوبر نه. تو چی تو یوتیوبری؟ پس چی؟ من نه. خواننده‌ام. میتونی بخونی؟ صبر کن الان خیلی بهتر نشد. سلطان قلبم تو هستی خودت. تو هستی. چی بود بقیهش؟ نه در وا خواننده نیستی. حالا بذار من برات بخونم. بخون داداش. برو چی میخونی؟ بذار من برات بخونم. یه دونه میخونم حتما خوشت میاد. حتما خوشم میاد 100%. برو. با دلم نزدیک از چشمان من دوری، چشمه نوری لیلا آب انگوری، باریکلا. دلم نمیشه تو را تنها بمانم، پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم، تو قول مرداره باور داشته باش، چادر امید بر سر داشته باش. خوبش به هست؟ به عالی بود عالی. آهنگ خودت؟ آره داداش ببین من میتونم اسپانسرت میگه شم. از خدا نه میخواهم از غم ها جدا باشی. اوه چه چطوری خوبی؟ قربونت برم چه سیسی داری گنگ خیلی اصلا معلومه ورزشکاری ها از چاک سینه معلومه ورزشکار آره داداش صمیمی. ورزشکارم. تو به چی به کاره داداش؟ منم اسپانسر ورزشکارام. به کی کن اسپانسری؟ مرسی. تو عینک گذاشتم رفتیدی؟ بعد ببین عینک روی عینک دیگه میخوام ببینم چون اگه اون قبلی بردارم نمیبینم کورم بدبختم. دوست دختر سکسی به به چقدر خوشگل عکست. قربونت مرسی. خودت هم اینقدر خوشگلی؟ آجی شبیه کوروش زرندوز نیست؟ بعد دیگه توپلتر شده باشه. خوبی بیرونی داداش؟ مرسی. آره تو حیاتی. برده برو تو. نه بابا هوا گرمه تابستونه دیگه. راست میگی. آخه من ایسلندم اینجا دیگه هوا سرد. اونوری. آره نه اینجا داداش هوا گرمه آدم خونه نمیتونه بشینه اینجا کرج الان کرجی. جدی کرجین؟ من قبلا آره کرج بودم.
من قبلا کرج بودم. آها الان اونجا چی کار میکنی؟ کار میکنی؟ آره یه رستورانی هست توش آره گارسونم. یه رستورانی هست توش گارسونم. چند سالته؟ الان 17. 17. من یه سال بزرگترم از تو. 18 آه سالم. 18 ای آره. درس هم میخونی؟ آره دیگه کالج هست میریم. خوبه اونور؟ خیلی خدای از اونجا خیلی بهتره. هنوز دلم با ایرانه، میدونی چی میگم؟ الان آره تلخ اینجا دیگه این. آره. بالاخره زبونشون زبون نه همون انگلیسیه دیگه. انگلیسیه. آره. خوبه دیگه، موفق باشی. فقط مرسی، فقط یه چیزی هست. چی؟ اون پایین لوکیشنمو ببین، ایرانه. آره ایرانه. آره یعنی من ایرانم، فنلاند نیستم. دروغ گفتم. ایرانی؟ آره. چرا دروغ گفتی؟ مگه دخترم؟ میخوام تمرین کنم برای دخترام. مرسی. میگم آخه نه. مرسی. خوبه، موفق میشی، زرنگی ماشاءالله. آره مرسی قربون برم. مرسی فدات. رل نداری؟ نه رلان کجا بود داداش؟ چرا پیدا کن دیگه، اینجا که میچرخی. همینجا پیدا کنم، تو پیدا کردی؟ آره بابا همین یه ده بعد قبل تو پیدا کرده بودم. چی گفتی پیدا کردی؟ منم لامصب بگم. هیچی، من پیام دادم بهش. پیام دادی؟ اوکی. تو همون بود دیگه. آره بعد گفتم که مثلا حرف زدیم یه ذره، گفتم شماره اینو بده، بعد گفتی که تو بده، بعد قطع شد رفت دیگه. آره ولی نیاز نیست، اینجا به دور و برم ریختم، این پیشم دختره. چقدر پر روی میگه میخوام. بیا اینجا ببینتت. خب چی میشه؟ نمیخواد. صداشو شنیدی؟ آره مرد فکر کنم. نه مرد کجا بود بابا؟ سلام. هنسفری هم داره. دقیقا شبیه منه هنسفریت فکر کنم. نه ما تو فرق داره. ما تو خوب تره. خوبه یا بده؟ خوبه، ما تو خیلی خوبه. چه صدای من تو گنگی داری. دستم بنده لوچ اینا بود، صدا من خیلی بده. چی بگم من؟ اون پشت چیز داری پارالل دیپ اینا چیه اون؟ این کارو میکنم بعضی وقتا. آره منم میکنم، خفنه. بچه یه چیز باحالی هست یادم رفت بهتون بگم. اینجا رو نگاه، این کلاه هم نایکه، خب بعد تیشرت هم آدیداس. یعنی کل جنگ، کل اختلافا رو من دارم تنهایی خودم حلشون میکنم دیگه. من خودم بالاخره دیگه بیزنسمنی هستم. نمیدونم موهامو چی کار کنم. من اصلا موهام انقدر بد نیست واقعا. الان خیلی هم شده، خیلی. نگاه این چیه این چت هم خیلی هاشون، یعنی تقریبا میشه گفت 95% کسایی که مینچت کار میکنن از خودم نه خدایی من زیاد دخترینو نمیارم یا کلیک بیتی تامنیل مستهجنی چیز اینجوری باشه، ولی خیلی هاشون همینجوری هم کنن. یه دختر میارن یه سلام هنسفید عین منه. خوبی داشت. بچه میکروفون خوبه جدی، کیفیتش اگه خوبه تو کامنتار نگین چون هیچ کس نیست تا بگه. سلام به روی ماهت. دختر میخوای؟ اگه دختر میخوای تا برم. نه و دختر رو کی میگاد؟ من با خودت کار دارم. چه ویپ بود یا خبر؟ سیگار؟ قربون برم. اون ویپ بود یا سیگار؟ سیگاره داشت. سیگاره؟ اوه سلام. سلام خفن. سلام خفن تر. بودم بیرون میزدم من خودم مقدار شدید بودم پای بونه خودم اوه باری کلا. ویپ یا پاده باشه انقدر تیزه دود داره؟ دستم تو دست به چای دستم کانابیس بریم. زرنگ شیلنگ چقدر چونه یا اون همه رو داری گیج. داداش؟ سلام. هلو. هلو. سلام خوبی؟ مرسی تو خوبی؟ قربانت زنده باش. چه خبر؟ مرسی. میگم صدام خیلی بلند میاد. نه عالیه. خوبه یعنی. آره بهتره. مرسی. دوستان ساعت 11:35 بامداده و هنوز یه دونه دخترم به من نیفتاده. نزدیک یه 2 ساعتی هست دارم میکر میکنم. 2 ساعت کمتر خوده. سلام خوبی داداش. سلام مرسی داداش. داداش اهل کجایه؟ اهل مازندران. به به هوا اینجا چطوره؟ گرمه اینجام گرمه مثل اونجا نیست. من اهل ارومیه هستم. ارومیه. مینی چتی؟ یعنی چی مینشتی؟ یعنی چی مینشتی؟ فکر کنم منظورش یوتیوبر بود. نه یوتیوبر نیستم. خارجی آره؟ خارجی؟ بیرون؟ from? Where you from؟ آره. How are you from?
How are you from? میدونم. I'm from good. نه ایران نیستم داداش. کجایی؟ لندنم. لندنی؟ لندن خیلی خوبه. آره. جواب بده. من برم شرمنده تماس واجب برو واسم داداش. اومد. اوه. بابا فکر اصلا نمیدونم دخترها چی عقده‌ای ان چی ان. من وای نمیسن تو این چت حرف بزنیم. منم نه حال دارم وایسم برا دختر، نه وقتشو دارم، نه همین دیگه، همین دوتا رو ندارم. خب آقا مثل این که کلا دیگه دختر فکر نکنم قراره بیاد و همین بود دیگه ویدیو. مرسی که تا تماشا کردین. این ویدیو دوم چنل من بود. ولی پرام جدید که قراره توش پر کانتنت مینی چت امیدی و همچنین سرگرمی باشه. این چنل فقط مینی چت نیست، سرگرمیه. شعار اصلی این چنلمون همینه. این چنل مینی چت نیست، چنل سرگرمیه. و لایک کن، ساب کن، کامنت هم بذار البته اگه ویدیو رو دیدی و اگه دوست داشتی. و اگرم که ایده بمب داری، چرا کلان اینجوری؟ اگه بمب ایده داری، چیه ایده بمب داشتی بهم بگو تو کامنتاتو انجامش بدم تو امید تیوی یا مینی چت و بریم بهترین. اون پشتم هر چیزی دوست داشتین بگین تو بذارم، حتی اگه بد باشه میخندیم دورم کیف میکنیم اشون داریم. برو بریم تو ویدیو بعدی و بالاتر از ابرها. فعلا چاکس پیس. اینجام چقدر اینقدر بده من. همین خوبه دیگه، همینو بریم بچه. این چنل 100 باید بگیره، اگه نگیری میرم تو کار اون ماشینا هستم مثلا یه صنایع خراب و سوار میکنم میبرن، بعد ویو میلیونی میگیرن اینو. چقدر افغانی زیاد شده تو مین چت، قبلا اینجوری نبود. این مین چت نیست، امید تیوی نمیدونم کدومه.